یادم نیست. نرم خویش بکنم. مرا تنها نگذار، همش رو با تو میفهمونم. چی دوست نمیداری او رو؟ از همین سبب باید یک دو روز توی میکنه. گوش کنید، شما نمیدونید داملازیا بسیار انسانی خوب است، اما چی؟ از همین سبب او رو دوست نمیدارید؟ برای داملا بودنش؟ مگر این خیلی ممکن است؟ من هیچ این خیلی فکر نمی کنم، اما درباره دوست داشتنی داملا باری هم فکر نکردم. از کجا دانم آخر؟ شاید ما موافق نیستیم. این روین موافق نبوده است. یافتی خنوکت در گل حالا ایست. تنها این نیست، البته چیزی هست که به شما فهمانده نمیتوانم. این سیر است. سیر؟ چهل سیر؟ سیری آیله داری؟ آخر از دو سر بین من و داملازیا دایم یک مسافه هست. یک دیگر را دوست نمیداریم، تنها حرمت میکنیم. حرمت میکنید ها؟ تنها برای حرمت کردنتون توی میکنید یعنی؟ ما فتیه نمیکنیم. کی است آنجا؟ یکی میریز باشد، یکی مرا دیده باشد، یکی داملازیا باشد. یا خدای من چی کار کردم؟ در اطرافمون هیچ کس نیست. زاغی سیاه، من بسیار میترسم باز یک کس ما رو نبیند. شما روید در یکان جای دیگر وام میخوریم. ملش لازم نیست خانم زهرا، من اینجا تنها برای با شما خیر خوش کردن آمدم. برای خیر خوش آمدید؟ التماس این خیل نکنید. گوش کنید، وضعیت رو مشکل تر نکنید خانم زهرا. شما عرض شونده داملازیا می باشید و حتی به نزدیکی اویلدار می شوید. اقلا نقابتون رو برارید، یک بار رویتون رو بینم. این لازم نیست. خوب شما مرا از یادتان برارید. با شما خوشبختی خواهانم خانم. زاغی سیاه رفت. زاغی سیاه. داملازیا با من موافق نیست. این نیست، آن نیست. گویا که زیا در حق تو مرده باشد. یکم کسیده باشد. عجبا
این شب چی بود؟ زهرا آرام باش، آرام باش، آرام باش، آرام باش، آرام باش. آرام. اگر ملیس میدید همراه آوازا میکرد. زیو جان، دوملو زیو که خوب کرده است، چون که سحر باید نماز خواند. خوب نکرده است، خوب کرده است، خوب نکرده است، خوب کرده است. بله. آی، یکو کسی دیگر دیده باشه چی؟ نه من این شب رو به تو گذرانیده نمیتوانم. سلین جان خفه نشو. الو سلین بسیار عذر میخوام که تو رو از خواب بیدار کردم، اما زهرا جان چی بود؟ خواب بودم. سلین جان عاجلا به اینجا اومدنت ضرور است. مایلش عزیزم پگاه میایم. سلین جان عاجلا به اینجا اومدنت ضرور است. بعضی چیزهای مهم رخ داد که ما باید به تو بگویم. خواهش میکنم زودتر بیا. تمام. مایلش حاضر میایم. زودتر بیا جونکم. خیر. این جوان ما رو پایده ایستاده است. خدا چی گفت است؟ هی سامی، تو مگر اونقدر با عقل هستی که من رو پای میبری؟ سامی یوسف، شما در اینجا بودید دوملا؟ از سببی که من در اینجا کار میکنم وقتی من رو در اینجا دیدنتان باید حیران نشوید. شما تنهای دوملا؟ نه تنها نیستم، خدا با من است انشالله. با فکرم نماز خونده ایستاده بودید، ناراحت کردم، بخشش زیاد. آقای سامی با فکرم شما شخصی نماز خون رو هیچ ندیده اید مگر من نماز خونده ایستادم. چی وای بخشش چی کرده ایستاده اید؟ تسبیح گردانده ایستادم. تسبیح گردانده ایستاده اید دوملا. بخشش زیاد، من به اجازه در اومدم. آقای سامی و اینجا با اجازه نمیده روی داخل و اینجا آدمان به اجازت کدام وقتی که دلشان خواهد میدرویند. بخیر است، کدام شامل شما را با اینجا آورد؟ بخیر، در اصل من یک رفیقم رو دیدنی اومدم. برای دیدن یک رفیقتان اومدید؟ چه خیل رفیق است؟ برادری نقابدار. نقابدار؟ با خدا آقای سامی اگر خطا نکنم شما با جای خطا آمده اید. در اینجا یگان نقابدار نیست، با اینجا آدمان با نقاب نمی آیند. کسی که با اینجا با نقاب آید نقابش رو کشیده می در آید. دوملا شما مرا خطا فهمیدید. من درباره نقابی غیر ریالی گپ نمیزنم، درباره نقابی گپ میزنم که با دست به سر میکشند. با خدا آقای سامی در جماعت ما شخصی نقاب پوش نیست. خدا توبه آدمی نقاب دار، لیکن من باره اول از شما میشنوم. شما این رفیقتان رو در کجا گم کردید؟ آخر من پای برده ایستاده بودم. دوملا اینجا یگان برآمدی دیگر دارد؟ یا توبه، درآمد و برآمد انا همین در است.
یا خدای توبه آخر در اومدنش رو دیدم و پس معلوم بشود که خطا دیده اید. چه خیلی که میبینید در اینجا بغیر از من دیگر هیچ کس نیست. یا خدایا در یک لحظه کجا گم شدین؟ دومولو خفه نشوید برای ناراحت کردنم. با شما عبادت های خوب خواهانم. شب خوش. شبت خوش. روباه مکار. آقای سمی دوستم، من مراق کردم. خواب تو چی خیل است؟ با راحت خواب کردم میتوانی؟ این رفت نقاب دارد رو از کی باز تعقیب میکنی؟ چی خیل؟ نه دومولو نه من خوب هستم احوالم عجیب. نه خوبم گفتن این خیل بپرگویی نکن. وقتی که این خیل از روی حسیات ها دلشکسته میشویم این خیل ناکامی ها روح میدهند. معلوم است که دلشکسته شده. چی شد سمی؟ سلین گپتا نگرفت؟ سلین؟ آخر این خیل نکن. من میدونم که نسبت سلین چی حسیات داری. چی خیل حسیات زیاد لو سلین؟ چونه نگوی سمی. زهرا سلین رو با تو یک جای نکرده ایستاد. از کجا برآوردید زیاد لو؟ یکون علاقه نداره. سیلین بستنی مقبول است. من آنها رو یک جا کرده ایستادم. تمام؟ زیادلو در اصل از کجا برآوردی نمیدونم. مگر زهرا به تو گفتم؟ نه وقتی که تو درباره رفیق نقاب دار گپ زدی من برای این موضوع رو توضیح دادم. حالا خوب هستی؟ کمی سرت آرام شده؟ میگذرد. همه اینها میگذرد. چی میگذرد دومولو؟ تو چی میگویی من نفهمیدم. دوستم تو خواطر نشو. واهمه نکن. آرام باش. میلش همش میگذرد. اگر لازم باشد من با تو دعا میخونم اما پیش از این تو رو به بیمارخانه برم. نه زیادلو من بیمار نیستم. بسیار خوب هستم. زاغی سیاه هست کو و تمام محل درباره او گپ میزند. من او رو دیدم. یا خدایا توبه. این زاغ سیاه رو همه میبینن یک من نمیبینم. چخیل در کجا دیدی؟ چخیل دیدی؟ نمودش چخیل است. دومولو بد میفهمونم. میلش خیر شبای خوش. شبت خوش. زهرا باز به من درو گفتی ها؟ ای سلین سلین چی کار کرده ایستاده؟ خوب دارم برخیز از خوبه. زورو ایست من بسیار موندم. 5 دقیقه چشمونم رو میپوشم بعد میخیزم. ای سلین گوش کن مرا اول فهمون بعد خوب کن. زورو جون تو فهموندن گیر با خودم من گوش میکنم. زاغ سیاه آمد. چخیل یعنی؟ حیران شدی ها؟ بله خیر آمد آخر. سلین باری اول از نزدیک با خوردیم صحبت کردیم. خیر زاغ سیاه به تو همه چیز رو میفهمونم گفتم. همش رو فهموندی همین طور؟ قسمت چی معنا دارد؟ این خیلی قسمت یعنی مجبوری اویره دار شدنم رو فهموندم با دنبلازیو. خیر بعد خیر خوش کرد و رفت. ها چه؟ سلین من به تو میگویم که زاغ سیاه آمده بود بعد از اون خیر و خوش کرد و رفت میگویم تو باشه ها میگوی دیگه هیچی نمیگویی. من دیگر رو نمیبینم. به خدا زورو جان نبینی بسیار خوب میشود برای تو. اینش بهتر است. توبه توبه. اما من باید بدونم که او کی است سلین. شاید او عشق حقیقی من است. سلین وقتی که ما در روی حولی گپ زده ایستاده بودیم کسی ما رو دید. چی؟ یک صدا شنیدم. میلیسیو که دومولوزیو بودنش رو نمیدونم لیکن اطراف رو دیدم هیچ کس نیست. اگر دومولوزیو باشد وضعیت رو میفهمونی او میفهمد و خواب میشود. اما اگر میلیس باشد میموریم. اگر یکی میلیس می بود که همه را آوازه میکرد. یکی دومولوزیو باشد. با خدا این رو باید در وقتی با زاغیسیو گپ زدن فکر میکردی خانمی کوچک. باز در عرفه فاتحه. فاتحه؟ تو نمیدونی البته چی ها شد. بابایم وقتی که استولین در باره زاغیسیو آوازه ها رو فهمید در حال فاتحه میشود گفته مرا تنبیه داد. اینی بعد از این باشد نکاح میکنید میگوید. زهرا یکی در حولی دیگر کس چی رو دیده باشد. شاید تولین باشد. مگر بوده نمیتواند؟ او بوده میتواند. نه او بوده نمیتواند. تو نگر میدید مثل دخترش
خونه رو به پایش میخیزون. خیر نباشد دومولوزیو است. ای خدا نشانه دهده. زورا جون اگر یگان کس دیگر میدید خوبتر نمیشده؟ ای تو چی گفتن میخوایی رو شد بگو؟ با فکرم زورا جون باید سحر پیش از همه با دومولو گپ زنون کنی. شاید یگان چیزی رو دیده است، فهمیده است. خوبم اومده ایستوده است. توبه توبه. گربه بوده؟ گربه بود. ها گربه است گربه. این زاغ سیاهش کیست؟ چرا نقاب میپوشد؟ اگر زورو دومولوزیو رو دوست ندارد چرا اویله‌دار میشود؟ چرا زورو گفت که برای اویله‌دار شدن مجبورم؟ چی جای مجبوریش است آخه؟ اینجا چی ها شده ایستاده است؟ من همی دختر کجای دیدگیم هیچ در یادم ناآمده است. کی باشه؟ برادر چی شد از رویت گل میبارد؟ بخیر است کارها برار گشته؟ دروغ گفته است. دروغ گفته است؟ چی دروغ گفته است؟ گفته بود که سیلین رو با سمی دوست کردنی. همش دروغ بوده است. سیلین رو با کی توغری میکرده است؟ با تو. به خدا؟ آها در اصل دختر زیبا است، اما من این خیلی دختری سبزینه خراب رو دوست نمیدارم. دختر باید کمی فربه باشد، سفید روی باشد، آغوشش گیری. شوکت برادر من گپهایم رو به خودم میگیرم. مدام وضعیت این خیلی است. من ینگه زهرو رو در اشاقی سمی دیدم. به این چی میگویی؟ من هم نمیدونم. این رو پاکو از او میپرسم. مایلش این پرابلم ای شما، من کار ندارم. همین دختر میشناسی برادر؟ شکیره. منم گفتم که همین زن رو کجای دیدگیم. این زن یک فوتبالیست هست. این حال را بین. این حال را بین. در حقیقت از خانه رانده شدم. در این سن سال حیاتی بزنی دارم. اونال تو مگر با این حال گرفتار می شدی ها؟ جواب ده زنک جان. بیا جواب ده زنک جان. جواب ده عزیزم. با تلفن جواب ده عزیزم. با تلفن جواب ده. چرا جواب نمیدی؟ جواب ده. تا کی از تو ازم بکشم؟ ای پس آخر. بس تو با کدوم رو به من زنگ میزنی اونالا؟ زنک جان تو ابرویمون رو به زمین زدی، ما رو شرمنده کردی، قهرمانی ساخته برامونی. حیف بر تو بود. اما زنک جانم من رو زنک جانم نگو. گوش کن عزیزم. تو را بسیار دوست میدارم. من به تو زندگی کردن نمیتونم. زنک جان جانکم خاموش کرد. آه لوینت. آه کلتکیلاس. مرا ماو کردید احمق ها. ماو کردید. حیات آینه داریم را ماو کردید. قاتل آینه داریم شمایید. لوینت درا. ممکنه که چی میگویی؟
عریضه از کار برآمدنم سر دارم. حقتون را حلال کنید. در جای پیشینم رفته کار میکنم. راو کجای میروی براو؟ آیلم از پوشت تو مهم شده ایستادد. فهمیدی؟ خداوند نگهبان تو باشه. با خدا میرم. سلام، روز بخیر. من هم برای صحبت کردن به نزد شما اومده ایستادم. همین خیر. من هم آمدم که با شما صحبت کنم. همین خیر. خیر، شما اول گپ زنید. نه، اول نوبت زن. نه، مگر این خیر ممکن است اول شما. نه، ما زنها را حرمت میکنیم. دومولو، مرحمت. نه، اول زن بعد مرد. مرحمت. نه، آخر شما دومولو هستین. مرحمت. از روی احترام. بازار سیاه یک جای بودی خوب بودی. بعد دومولو ها حرمت بود است. مگر خیل رواز خانم زهرا اول نوبت خانمون است. گفزن آخر بعد میگویی که به من دومولو ناحرمتی میکنی. مرا محلگی ها چی میگویند؟ دویم همین خیل میگویی. مرحمت، من شما رو حرمت کردم. گفزنید. نه، اول شما. سرم رو ویران کردی. گفزدنی. گفزن آخر. این را بین حالا هم خاموش است. زبانت رو خوردی. گفزن آخر. حالا ایست تو. منش من مرحمت. شما اما من آخر گپم را نبرید. آخر بخشیش مرحمت گویید. اجازه دهید میفهمونم. آخر یا خدا اول من خانم هم همین رو بگید. باز گپ میزنم گپم را میبرید. جوانان چی گپ است؟ چرا بحث میکنید؟ زن الگی مالکم شود اینجا. او در بین جنگ زن و شوهر نباید بروم. میدونم. خیر میلش، من رفتم. دومولو، در اینجا صحبت کردن نمیتوانیم. اگر خواهید در یکون جای دیگر صحبت میکردیم. درست، با یکون جای دیگر میرویم. مرحمت. اول شما مرحمت کنید. نه، اول زنها. پیش درو. امروز شما با دست چپ خیستید. مرحمت کنید. خدایا. بله دومولو، شما رو گوش میکنم. زهرا، برای شنیدن گپای من تیاری؟ تیارم. مرحمت. انا اون قهرمانه که با شما معقول است کن. دومولو، من به شما گفتم بین ما یک مناسبتی وجود نداره. نامش چی بود؟ سیاه؟ زاغ سیاه. ها، با نام الله زاغ سیاه منم. چرا میخنده؟ با خدا که منم. ناممکن است. چخیل ناممکنه؟ چخیل ناممکنه؟ نبین همون قد و بس، همون اندام زاغ سیاه منم. فهمیدی مرا؟ زاغ سیاه از شما بسیار فرق میکند. کجاش فرق میکند؟ زیبایی او دیگر است دومولو. قد و بستش بسیار زیبا است. با نام الله زهرا زاغ سیاه منم. آخی چی میخندی؟ این ناممکن است دومولو، ببخشید. منم ای دختر، منم میگویم. شخصی که با تو معقول است این منم. بس از زاغ سیاه هم منم. با تو عاشق هم منم. گفتم و خلاص شدم. چی میخندی؟ یا توبا، چی زاغ سیاه با تو معقول است؟ همون آدم من هستم. با خدا منم. بدر گوشم. بله دومولو، شما رو گوش دارم. چیزی گفتنی بودید دومولو؟ خانم زهرا، چرا با من دروغ گفتی؟ من چه دروغ؟ من به شما دروغ نگفتم. دومولو، یا که دین شب در روی حوله شما بودید؟ دومولو، من لطفاً اول یک بار مرا گوش کنید. بین من و زاغ سیاه یگان مناسبتی نیست. تنها یک صحبت کردیم. گوش کنید. پیش از خانم زهرا، از کجا برآمد این زاغ سیاه؟ آخر شما دیگر با او با نمیخوردید کنید. خودش چی گفت؟ گوش کنید خانم زهرا، الکی وقتی آن رسیده است که خودتان را اصلاح کنید. از یک طرف به گوشم آوازه ها درباره زاغ سیاه می آیند، از طرف دیگر ماجرای باسمی داشته اتان. دومولو، ما با سمی یگان مناسبت نداری.
چند بار به شما گویم این رو؟ سیلین رو با سمی دوست کرده نبودید که این خیلی گفته بودیدن؟ این دروغ است. مرش من دروغ گفتم. اما شما چه خیلی که فکر میکنید اون خیلی نیست. داملو با من باور کنید. نه زهرا، در حقیقت من اکنون با شما هیچ باور نمیکنم. داملو جان گوش کنید، به سمی پول قرض لازم بود. خیر، من باشم به او قرض میدهم گفتم، او باشد از خرسندی مرا با آغوش گرفت. همین قدر تمام. خدا توبه، برای آغوش کردن چقدر قرض داده که این کار را کرد؟ $500,000. چی؟ $500,000؟ خانم زهرا، در کیسه ما یک تین نیست، اما تو دلارها رو به کسی دیگر میدی ها؟ آدم تنها با دوست داشتهش اینقدر پول رو میدی. داملو من به شما 1000 بار گفتم با سمی تنها دوست هستیم. چرا فهمیده نمیتوانید؟ تنها دوستی. متاسفانه باور نمیکنم زهرا. باوری که به شما داشتم شکسته شد. در فاتحه هم اگر این خیل کردنی باشد کی میدوند بعد اوله دار شدن چه ها رخ میدهند. خفه نشوید، من بازیچه شما نیستم. این بازی رو خاتمه میدهم. بیا تو چی ها گفته ایستاده؟ شما مرا هیچ نشناختید. این چه خیلی گپ است. بازیچه شما. من نمیگذارم که کسی در شریف من چنین گپ زند. اگر در اصل چنین باشد به فکر من تمام شدن این بازی خوبتر است. ای بست. خانم زهرا، یک دقیقه مرا سردید خوش نکن. زهرا چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ یک طرفی است، من در رویم. داملو کمی آرام شود بعد گپ میزنید. کار تو چی؟ از پیشم دف شو احمق. چرا زهرا رو غمگین کردی احمق؟ یا اینکه زهرا رو سخت پرسپوس کردی؟ گوش کن عبدالله، از زهرا دور شو نباشد او حالت را بد میکنم. روز بخیر. اشتهایتان خوش آمده داملوزیا. خوش باشین. روز بخیر. خوش باشین. داماد چی شد برایت این خیل؟ بخیر است؟ نه، کمی خون خوردم به فکرم. چیزی نیست، کمی ناراحتم. اما با احتیاط باش در وقتی توی این خیل بیماری ها نشوند. میگذرد البته. خیر چی کردید؟ چی رو چی کردیم؟ توی را با زهرا یگان توی خانه را جستجو کنید داخل. روزهای نزدیک پیدا میکنیم البته. میگویم که تمام خیش و دوست و اقربا را دعوت کنیم اوای مانند چه گویم یگان چیزی عادی نباشد، یک جایی باشد که برای دعوت شدگان بسیار زیبا باشد. بله جناب، بله. دامولوزیو مصرف رو شما فکر نکنید. چخیلی که میدونید فاتحه را از طرف دختر دار میکنند. راحت باشید. تولین زنک چخیلی که گفتم بسیاری میشویم. برای شما برای این یک مکان زیبا میابیم. ما یک عائله کلان هستیم. در اصل جناب من این خیل کارها را اونقدر نمیفهمم. زهرا چیزی گوید قبول است. پدر جان، یک دوستی من تشکیلاتچی دعوتی توی ها می باشد. اگر اجازت دهید فاتحه زهرا را من با عهده میگیرم. تو با این عائله داری زید بودی، چی شد ناگهان؟ مگر این خیل می شود در حالی که شما هستید، در حالی که دامولوزیا و زهرا یکدیگر رو دوست می دارند. گپی من مگر قدری دارد؟ یعنی من آخر زهرا رو فکر می کنم.
بیچاره دخترک یتیم و بیپرستار کلان شد. باور کنید خرسندی او را مانند شما من هم میخواهم. بسیار خوب گپ زدی. سلامت باشید. حالی رو هم دعوت کن، او هم یاردم کند. میلش یک جای یک تشکیلی زیبا کنید. میلش پدر جان. مادر برای زهره رو خانه‌دار کردن چه کارهایی نکردید؟ اگر شما رو نمیشناختم باور میکردم که به زهره خوبی میکنید. میلیس دخترم تو چی ساده هستی؟ عقلت را کار فرما. بعد از فاتحه توی می شود. وقتی که زهره اویله دار می شود همه به دست تو می گذارد. میلش حاضر می آیم. منم سردار. در آمدن ممکن؟ خوب هستی؟ دیشب سیلین اومده بود است. او رو دیده نتوانستم. اومده بود بر وقت به آفیس رفت. با یک نفر بخوری داشتیم روز. زهره جان کمی صحبت کرده میتوانیم؟ نمیخوام. بیا رفتیم خوراک میخوریم. ایست کمی به خود اوی باباید تو رو این خیل نبیند. اولم بد است. این رو بینوش کنی؟ بینوش. تشکر. کمی خنده بکن. ها انا این خیل بخیر است. چی شد؟ چرا این خیل شدی؟ حالم بد است. وقتی که کسی به من مهربانی میکنه در این حالت باز هم بدتر میشوم. از سبب فاتحه؟ میشود که چگونه عشقای بزرگ در عرفه توی فاتحه با آخر میرسد؟ نه با این علاقه ندارد. بیا این رو گپ نزنیم لطفا. زهره جان لطفا میفهمونی؟ آخر من دوستی تو نیستم. وقتی که تو رو غمگین میبینم من زیخ میشوم. سمی لطفا خاموش شو. گپ نمیزنم. میلش پس یک چیز میپرسم. گرچنده جوابی میگرفتگیم خوب است بد است نمیدانم. انا این میلش نمیپرسم. بگذار ماند. سمی سفسته نگوی بگو لطفا. یعنی سبب بحث شما با قرضی که به من دادی با اون علاقمند است؟ میدونستم البته که نیست. سمی این بابای قرض علاقمندی نداره. آخر همش آمیخته است. لطفا گپ نزنیم این رو. میلش دیگر گپ زدن نمیخواهیم. اما کدام وقتی که گپ زدن خواهیم من طرفداری تو هستم. میدونم. علاوه بر این فراموش نکن که سالها هم گذشته باشن من تو رو فراموش نکردم. زهره هیچگاه فراموش نکردم. احمق. آنها هم این خیل بیخم به تو بسیار میزبد. بیا خیر انتظار هستیم. حالی آمده ایستاده است. آمده ایستاده است. در راه است پدر جان. در اصل به خانه آن قهرمان ساخته باید هیچگاه نمی رفت. آن آدم را حیاتش دروغ است. دامولا؟ لبه دروغگویی بسیار گناهی عظیم است. البته جناب. یعنی دروغگویی جناب گناه عظیم است. من هم آدمی دروغگوی را بسیار بد میبینم. باز میگن که دروغگو دشمن خداست. زهرا بخیر است؟ خاموشی؟ نه بابا جان هیچ چیز نیست. نه چیزی هست. تو از من پنهان کرده نمیتوانی. بین چیزی گفتن نتوانستی. فکر نکن که به چشمم نمیتابد. کنی به من نگاه کن. چی شد؟
نه بابا جان تنها و کمی خوابم رو نگرفتم از همین سبب. اماکی اکرم راست میگویند. چیزی هم نخوردی زهرا؟ اشتها ندارم سمی. زهرا چرا اشتها نداری؟ بگاه بسیار خوب بودی. حالا باشد چی شد؟ پدر جان دختر رو مجبور نکنید. حالا در وقت فاتحه در هیجان بودگیست. سمی نمک رو به من میدی؟ مرحمت. با اجازت شما برای صبحانه تشکری زیاد. خیر جانم. روز بخیر. به شما هم داملا. خیر داملا. چیکار کردی کیلاس؟ با زهرا گپ زدی؟ کاش که گپ نمیزدم، کارها رو برباد دادم. آقای اکرم آخری هفته ما رو توی میکنه. من باشم عروس رو خفه کردم. چخیر؟ باز زوغیسی ها؟ برادر تو انسانی عجایبی بخدا. حالا هم باز به خودت رشک میکنی ها؟ ای بیا ما شوکت. با بیمارخانه رفته با اون امام سر و کار گیر. اگر به مسجد بیاد کارها برباد میره. مالش برادر. سر و کار میگیرم اما چخیر؟ از کجا دانم رو پای برا خیر. اگر به محله بیاد به من خبر ده بر وقتر. از زود شو شوکت. خبیشه ترا پاپوتی توماسیشتا برام بعد هم خمیرم بالینسا. صبر کن سلام رو گیرم. دیر نکو که من میرم. سلام علیکم. کجا شدی حالی؟ تو با آن آدمی نمیشدنی شب را چخیر گذراندی ها؟ چرا دیر موندی؟ او زنگ زده ایستاده است ها؟ داری به من ده؟ زنک جان تلفن رو خاموش نکره. یک لحظه مرا گوش کن. فقط گوش کن. به تو حیات برای من معنا ندارد. مرا فهم. بین کسانی هستند که خوشبختی ما را اصلا نمیخواهند. از همه اساسیشون بابای یک رواد. هیچ وقت مرا اهمیت نداد. از دستم اومدگی کارها رو کردم. کوشش کردم اون بابای یک رواد هیچ وقت مرا دوست نداشت. این رو تو خوب میدانی. بابایت هیچ قدرم نکرد. اما برای غمگین نشدن تو راضی نبودم. اون رسم را پیدا نکردم. گفته نتوانستم. اون وقت من چنان فخر میکردم که حقیقت را گفتن هرگز نمیشد. میفهمی؟ تو رو بسیار دوست میدارم علی جان. من تو را دوست میدارم. جناب اکرم مرا گوش کن. دیگر روی حلی را نمیبینی. دروغگوی احمق. در آخر او هم سیمای حقیقیت را دید کو. آقای اکرم من حلی را دوست میدارم. شما ما را جدا کردن نمیتوانید. گیر. این کار تمام شد. با ادوکات گپ زدی؟ چرا بابا؟ چرا؟ از آن شخص جدا میشوی؟ بابا جان لطفا سرم درد دارد. شما باز فشار نآورید. همین که سرت درد دارد؟ پس من چیزی میگم که سرت را خوب میکند. زهرا را توی میکنم. چرا من خبر ندارم؟ از یک جهت ناگهانی شد. خفه نشو. در این توی هر دوی شما مسئول هستید. تمام. بعد از توی باشد با اونل دیلای جدا شوی میکشایی. تو توی میشود. ما عاله بزرگ هستیم. ماجش زرو جان من به کارخونه رفته ایستادم. اهم بله. یعنی به فکری من هم هر چه زودتر باید آغاز کنیم. مایلش عزیزم تا باز دید. بای بای. خانم سلین خوب هستید؟ به شما یکان چیز نشده است؟ دیوانه شده ای چی در داری؟ خانم سلین من در حیاتم مثل تو آدمی دیوانه احمق رو ندیدم.
آخر چرا خودت رو در پیش ماشین میپرتایی؟ نمیفهمم. نه خلاصه شما خطا فهمیدید. من با ماشین تو چرا اینقدر آدمی چسبک هستی ها؟ آدم کمی ننگ و ناموس داشت. بیا اخر گمشه از نزدم. من فقط از این طرفی رو با اون طرفی رو گذاشته بودم. بخشش زیاد. شوکت واه برادر تو امام رو دیده ایستاده ای؟ شوکت او آمده ایستاده است. چیکار میکنی؟ گوش کن، من با مسجد رفته جماعت رو با نماز آماده میسازم. تو این رو به گپ گیر. چخیل در گپ گیرم؟ تو جماعت رو چخیل آماده میسازی؟ عجبا این رو چخیل به گپ میگیری؟ چرا مرا میپرسی؟ آخر یگان چیز میگویی؟ مالش از پسی کار شد. برای کار. سلام علیکم بابای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. باشه پیش رو نگاه کن، باز در نکنی مرا. عذر زیاد میپرسم، عاجلا یک سراغ لازم است، با من یاری میدهید؟ من به اینجا نآمدم. نه گفته چقدر شد؟ مقصد این که از اینجا نیستم. آخر عمل جان، یا اینکه شما راهتون رو گم کرده؟ نه پسرم، چرا که گم کنم؟ من جای میرفتگیم رو میدانم. یک دقیقه، تو اینجا نه اومدی، هم جای رفته‌ات رو میدانی یا که تو جاسوس هستی؟ استغفرالله، من امام هستم. مرا از مفتیات به اینجا فرستادن. امام؟ شما امام هستید؟ بله. به خدا عذر بسیار میپرسم آقا جان. دامولا نفهمیدم. این تاقی سرت مو دینم است؟ تاقی ساخته نه؟ بینت رو تاب داده. استغفرالله پسرم، این طور نگویید. این زخم بوده است که درد میکنه ده، من بیا بفروش کنم. محترم جماعت، در یک مسئله شما را هشدار کردنی هستم. روزهای اخیر یک شخص برآمده است که خودش را امام میگوید و مسجدهای اطراف هم رفته است. در این باره خبردار باشید. وقتی ما را بیهوده نگیرید، من کار دارم، من میروم. آخر امک جان، شما با من کمک نمیکنید دامولا؟ چه؟ آخر انسان یک کمک میکنه، سراغ پرسیدم جواب نداده. اقلا به سوالهای دینی هم جواب دیه؟ آخر تو کی به من سوال دینی دادی؟ ببینید حتی این رو پای نبردید امک جان. بسیار پریشانید، غضبناک میشید، گفته نپرسیدم. خیر زود سوالات رو ده، جوابش رو گیر. دامولا ببینید حتی در خاطر نداره. میپرسم و از غضبناک شدنتون میترسم. چرا غضبناک شوم؟ سوالات رو ده، من جوابش رو گویم. اله دامولا نمیپرسم. بچم پرس. خیر من میخوام فهمم که تو چی میخواهی. پرسم دامولا. آن دنیا خوش، همه ما به آن دنیا میرویم که دامولا؟ بعد پس به آنجا رفتن در برمون تلفن برده میتونیم؟ با سیم کارت به سیم کارت فرق نداره دامولا. دوستم از آن دنیا به این دنیا زنگ زدنی ها؟ دیده دامولا گفتم راست برام زود غضبناک شدید. مایدش من میروم دامولا. مرا گوش کن. اگر کی تو به بهشت روی چی؟ در بهشت تلفن لازم نمی شود، اما اگر که تو به دوزخ ردی در آنجا تلفن کار نمی کند. از این لحاظ پسرم نیکی کن تا به بهشت روی و به هیچ چیز محتاج نشوی. خدا رحمت کند پدر و مادرت را. من میروم پسرم، سلامت باشه. تشکر دامولا. بی دستتون هم باشه. مرا گناهکار نکن پسرم. من هیچ گناهی باور نداشتم. پسرم مرا سرده، من باید روم. دامولا خفه نشوید، منم میدونم که به اون دنیا تلفن برده نمیشه. چی بکنم؟ محترم جماعت، شخص بی‌ضرر است. از افتش آدم خوب می نماید، اما این خیل مسجدها را گشته من امام این مسجد می باشم می گفتد. در این باره از مفتیات هم آگاهی آمد، من هم گفتم به شما رسانم. اگر شخصی در بارهش گفتم به اینجا بیاید، بعد رفتار نکنید، دلش را هم نرنجانید. گذارید بیچاره هوسایش را برارد. مالش خدایا توبه، عجایب آدم بود است. لیکن چیکار کنیم؟ دامولا چون این انسان رو من در حیات هم ندیدم. خیلی چیکار کنیم آقای رج؟ با خدا استاد دلم برای میسوزه. خیلی چیکار کنیم؟ این خیلی آدم هم بوده است آخر، اما احتیاط کنید اگر به اینجا بیاید دلش رو نرنجانید. کسی رو که رنجاندی نمازت قبول نمیشه. دامولا شما باوری دارید که به این مسجد امام تعیین شده؟ یعنی خطا نباشد گفته پرسید. یا خدایا توبه، تو چه خیلی گپ رو نمیفهمی دوستم. این کارت از روی آداب نیست. خدایا همه بنده های یک نوت رو به نزد من میفرستید. توبه. گوش کن، پیش از تو یک دیوانه دیگر هم مرا گیر گردانده عاقبت فریب داد. سر گره کردیه من مرا به حال دامولا خفه نشوید، عذر میپرسم. دامولا دردی من خفه نشوید، مرا خطا فهمیده باشید عذر. و شما کمک رسانم، راه نشان دیم.
دوستم تمام یگان بخشش باشد کمبودی دوملو. سلامت باشی پسرم سلامت دوملو باشی. یک دقیقه حقتون رو حلال کنید. از حلال شیری کنید. چی مادرت بکنید؟ حلال باشد. حلال دوملو. من رفتم خیر خیر. محترم جماعت سلام علیکم محترم جماعت. نام من عظیم امام این مسجد نو تعیین شدم. اگر خدا نصیب کرده باشد از این بعد نمازهایمان را یک جایه ادا خواهیم کرد. شخصی که دوملوزیا گفت انا همین آدم است. او رو نرنجانید باز. بیچاره در سرش هم بیم پیچانده است. سرش رو در یگان جا زده باشد آقای خلیل. امک جان در اینجا چیکار میکنی؟ امک جان شما از کجا پیدا شدید؟ مرا صدیحت مرا جماعت انتظار است. ما باید نماز را بخوانیم. صدیحت ای جماعت یاری دهد صدیحت باید نماز کنیم. اگر در نمازی عصر نایم البته در نمازی شام میآیم. آیش بکنم من میآیم برادران مومن. میآیم بعد معنیش خیر خدا شفاته. دوملو شما در داخل مسجد بودید شخصی گفته اتون همینجا آمد عیناً چه خیلی شما گفتید همون خیلی بود است. خودش امام مسجد گرفت خش اخرباش بلیسه بردنش. بله او هم شفا می‌یابد انشاءالله. شما بد رفتار نکنید تا دلش نرنجه. مالش دوملو جان خدا نگهبان. مردم حشر بوده. استاد 10 سوال پرسم. سلطان جان از شما خدمت طلب داریم. دعوتنامه های فاتحه، لباس فاتحه، مهمان خانه، تورت فاتحه تا حباب هایش تمام خدمت. янга ҳам бо султон камон гап зада истодааст. бале. ӯ кист? амак намедонед ташкилотчии машҳури ҷамъият ва тароҳи бисёр ҳам зебо мебошад. аз ёдаи кораш мебарояд? албатта бобоҷон. яъне масалан шумо меравед барои фотиҳа чизе ки хоҳед аз а то я ҳама чизро ӯ мекунад. интихоб аз тарафи мо мешаваду халос. майлаш султон ҷон хайр пагоҳ омада каме намоишатонро нишон медиҳед. майлаш бай бай. зан чӣ гуфт? то вақте ки мо мехоҳем расонда метавонад? расондан чӣ гап худаш падарҷон? пагоҳ гӯед пагоҳ мекунад. ای ораз гӯш кун. агар акаи канъон ба ин духтар дил бандад корамон расмо мешавад. ман ба ту нагуфтам ин гапро ҳа? сардор чӣ мегӯӣ? минами ка як бизан. о чӣ хел занам? чӣ хел занам? охир ҳама чиз бо задан намешавад. о каме муколама кардан дар кор. о чӣ хеле ки мегӯянд инсон бо гап ҳайвон бо чӯб. намик ту бо ин аҳмақ кор нагир. ака ба номи оллоҳ ман ягон гап нагуфтам. худаш дурӯғ гуфтан мегирад охир. намик ман магар аз ту чӣ шуд гуфта пурсидам? ака чингизагарду мардак буд и аз занак фела. сардор ин касро мезанам. гӯш кун ҳозир мезанамад ки хар бар ин дам мекунӣ. ҳайвон нав аз зиндон баромадӣ боз онҷо мехоҳӣ. ту ҳам ба ин кор нагир. ҳайвон ман бо ту дигар хелка мезанам фаҳмидӣ? интизор шав. наватонро гиред. хонум серен омада истодааст. ғалоғулан намехоҳам ҷентлмен шавед. давида дарро кушо. як тарафист? худаш чӣ гап? селенҷон хушомадӣ азизам. чӣ шуд? чӣ мехоҳед? дар бораи як кор гап задан омадам. дар бораи кор? шумо ин хел роҳамро гирифта дар бораи кор гап задан мехоҳед? ин чӣ сафсат аст? духта ин чӣ гапай? роҳро буриданаш ин чӣ хел гапа? ин агар шавад як вохӯрӣ гарм номида мешавад, дигар ҳеҷ чиз нест. лутфан خانم زهرا با خوردن را در داخل آفیس معقول می‌داند. من باشم با شما در داخل آفیس نیو در اینجا با خورده گپ زدن خواستم. مایلش چی می‌خواهید مرحمت؟ خانم سلین برای خودم را با شما خوب فهماندنم. لطفاً به من فرصت دید یک جای یک خوراکی شام خوریم. خوراکی شام؟ من و شما؟ هوا اگر زید نباشید بسیار خرسند میشم. یک چیز رو گویم، شما با اینها خوراک خورده میتوانید. غمگینم اما من نمیتوانم. از آنی که با من خوراک شما میخورید با درد دستتون مشغول شوید بسیار خوب میشود.
ای خدا همه کسلی ها به من میچسبند. तुमको भी है खबर मुझको भी है पता اکه کانون हो रहा اکه اکه है जुदा दोनों का اکه خوب هستی؟ रास्ता بگو او چی گفت؟ این کارمش میگذرد. مرده کارتا کلاسه اکه بدیل نگیرید، این کارمش میگذرد. مایلش عزیزم تشکری زیاد بای بای فاروق تو هم مانند نفقه خوران نشی نوخیر خسته یگون چیز کن چیکار کنم تولین؟ مثلا برای خودت کاستیوم و شیم گیر از موی سرم کاستوم بروکی زیاد دارم، یا تاش رو میپوشم داخل. عقلت کار نمی کند فهمیدم تو امروز بسیار سیرکار هستی. خوبترش از نزد چشمانی تو دورتر گردم. خوب می شود ای سمی در کجا می گردی؟ چی شد؟ از سحر باز نمیتوبی؟ از خفای کار و بار با خارجه تلفنی یک چند صحبت داشتم. از اونی که در اینجا میمونم اکنون کارهای آنجا رو هم آیسته آیسته محکم کردن لازم است. تو کی اومدی جانم؟ کمی پیشتر اومدم. فاتحه داریم ها، همین طور همه جمع میشوند. البته در حقیقت من برای این فاتحه بسیار خرسندم. یک فکر کنید زهره فاتحه میشود و این حادثه در یادی من تا ابد نقش میبندد. تو در حقیقت از زهره دور شدن زهره خرسند هستی؟ بله، من امیدوارم که او خوشبخت میشود چون که زهره به این ارزنده است. تو فکر میکنی که با این اویله دوری زهره خوشبخت میشود؟ زهره از خرسندی پرواز میکند مانند شپرک. عمر عشقش مانند عمر شپرک نشود. نمیشود، آنها بسیار خوشبخت میشوند. من این طور فکر نمیکنم. حاله جان مناسبت های تو بد شده ایستادن کن. مناسبت همه همین خلاص گفته فکر میکنی از همین سبب. تو اینقدر وقت چرا به اینجا نمی اومدی؟ در کجا بودی؟ کاش که کمی بر وقت تر می اومدی. گذشتگان گپی گفتند، قسمت گفتند. اوف، من از نشستن بیزار شدم از سحر باز. کمی بر اومده میگردیم سمی جان. عزیزم بسیار میخواستم و میدونی کار میکنی. مایلش وقتی به کارخونه رفتم به یک قهوه خانه در اومده قهوه می نوشیم. چی گفتی؟ پس من تیار شدم میایم. مایلش انتظارم. من رفته یک زهره رو خبر گیرم از حجرهش تماما نمی براید. خوش آمدی. از همه گریخته در اینجا نشسته تنبلی میکنی؟ چقدر شد در پایان بودم تو رو ندیدم. چرا در اینجا تنها نشسته؟ چیزی تو رو ناراحت میکند؟ خوبم اکا. تو چی خیر؟ مناسبتت با یزنم چی خیر است؟ هی زهره جان ما رو یک طرف گذار. تو امروز چیکار میکنی که نگه بزن؟ هیچ چیز کتاب میخونم. های سفسطه نگو زهره. چقدر کتاب خواندن؟ ینگم تیاری گفته دیوانه شده است. بابایم از تلاش فاتحه در حرکت است. تو در اینجا این خل میشینی؟ گوش کن، من از اول به تو گفته بودم اگر در وقتش رفتن نبینی در سال 2016 از همه فاتحه بد رو گذرانده از همه کلینی بزیر میشوی. گفتم مانم ینگم به تو تیاری دیده ایستاده است؟ بله. آی در اصل تو عجیب هستی زهره. چقدر آرام بوده میتوانی نمیفهمم. با من نگاه کن. وای بادامولازیو در بینتون یگون چیز رخ داد. گنده خفم کرد. این دختر راست میگوید. این حالم رو بین. البته عیب دارم مگر من شخصی هستم که رحمم کنند. با چی حال گرفتارم کردی کلتا کلاس؟ ای تو مرا با چی حال آوردی؟ ای کلتا کلاس قورت جهنم شود. چرا مردی احمقه؟ چرا مردی؟ تو را از مزار برآورده زنده کردم میکشم. نمک مرا پیش قبری کلتا کلاس برید. قبرستان؟ بله، او را از مزار برآورده یک تیر زنم شاید کمی آرام شوم. نباشد به این حال میمورم. اگه خیلی نکنید من از بودها بسیار بترسم. دمت را گیر احمق. گویا که تو او را میبراری. اگه این کار گناه نیست؟ گناه؟ اگه البته گناه هست. او مرده است. چخیل او رو تیر میزنی؟ اگر زنده میشید این دیگر گپ بود.
ба худо гуноҳ аст. эй писар, аз куҷо баромади ин гуноҳ пуноҳ? боз барои ман домало шуда ба фатво додан оғоз кардӣ? аҳмақ, ой намик, ту ба ин масъалаҳо кор намегирифтӣ, аммо аз тарсад инро гуфтӣ? нафаҳмидам, нагӯӣ боз. аммо гуноҳ гуфтӣ ку? бало занат ба ботинам шубҳае овардӣ. як ба пеши домуло зиё рафта инро пурсем кани гуноҳ аст? ораз, моро ба назди домуло зиё бубар. шумо ҳоло ҳам нарафтед? не, мелисро интизорам. зӯҳро чӣ хел аст? хуб нест. ба ҳуҷрааш даромада маҷалла хонда истодааст. аз чизе ранҷидааст. ақаллан ба ту ягон чиз нагуфт? монанди ҳама вақт ба ман ҳеҷ чиз намегӯяд. ба ман ҳам нагуфту. ба фикрам бо домуло зиё каме ҷанг кардаанд. ҷанг кардаанд? он қадар ҷанги калон нест ба фикрам. охир ин хел чизҳо байни дилдодаҳо рух медиҳанд. бобоям барои ин фотиҳа бисёр саросим аст. каме вақт гузарад охир. шояд оиладоршавиро рад мекунанд? хайр чӣ донам. ман аз аввал фикр дорам ки онҳо ба якдигар мувофиқ нестанд. аз ин зиёдҳои зӯҳро ҳам он қадар боварӣ надорам. домуло зиё одами хуб аст. зӯҳроро дӯст медорам мегӯяд. чӣ донам, бисёр кори мушкил. тайёр шудам. бисёр интизор нашуде? азизам, мо туро интизор мешавем. ту ба ягон ороишу тороишу макияж эҳтиёҷ надорӣ ҷонам. бисёрам хуб гуфтӣ. ту ҷонам аз ҷои хубат хеста рост ба берун баро. зебогии ту зебоии табиист. хайр рафтем, дер кардем. хайр, ба шумо истироҳати хуб. то боздид. биё ҳазрат даста бигирам. қаза шавкат, инҷа биё. ака канон чӣ хел шумо? чанд вақт шуда маҳаллаи мо набуде? чӣ баку хуш омаде? дар вақташ омадӣ. намак илм чунон пеш рафтааст ки духтурон одами зиндаро мурда мекунанд. ман духтур? чӣ баку? ман нафаҳмидам. ягон хизмат кунам ака? хар бар ин хизмат мекунӣ. хар бар ин хизмат мекунӣ. чӣ баку? эй шавкатбой, ҳамин ки туро кушам асабам ором мешавад. куш маро мекушӣ? чӣ баку? ин куштан боз аз куҷо баромад акаҷонам? шумо шӯхӣ кардесен акаҷонам? чӣ баку? чӣ хел шӯхӣ ҳамақ? ту дар ин дунё зиёдатӣ ҳастӣ. ман туро бодастони худам мекушам. акаҷон, аз дасти шумо бар ин одами ба обрӯ мурдан шарафу ифтихор аст. лекин маро мекушед чӣ баку? эй бача, ту ба ман чӣ кор карда метавонӣ? ту кисти ки ба ман ягон кор мекунӣ? ту калтакелос дӯсти наздик набудӣ? бале будам. онро кушта натавонистам. ақаллан туро кушам, роҳат кунам. акаҷон, одами мурдаро куҷояшро мекушӣ охир? мурда рафт, аммо зараре ки ба ман расон ҳоло он дар ёдам аст. аҳмақ. ака, қасам мехӯрам ки калтакелас гуфтани дӯст надорам. ман ӯ барвақт вафот кард. ман танҳо як дӯст дорам, ӯ ҳам домулозиё аст. медонӣ, домулозиё маро бисёр дӯст медорад. ту ҳам домулозиёро бисёр дӯст медорӣ. бояд маро ҳам дӯст дорӣ бародар. даматро гир. хамӯш шав. намак инро гиред. дар бари калтакелос гур кунед то дар охират ҳам ҷудо нашавад. кани рогат. як дақиқа, ба куҷо мебаред? маро сарде? ака канон, ба худо ки манам амирӯз пеш то омадани будам, медонӣ? ака шуба охир акаҷон, ман дасти шулоқи шуморо дида ғамгин мешавам. охир ба акаи канонҷонам ин ҳолатҳо намезебад. мехоҳед ака дастатон шифо ёбад? намехоҳам, магар он қадар мехоҳам ки шавкат. ба худо ака, ман ҳоли туро бисёр мефаҳмам. ана он домулозиё ҳаст ку? хайр, ӯ дам дорад ака. хонда пуф мекунад, бемор шифо меёбад. бешӯхӣ мегӯӣ? ба худо ака, як одам пешоб карда наметавонид, хондаш ранги фонтан шид. ба худо? бале ака, ӯ ин корро мекунад, аммо ӯ намоишро он қадар дӯст намедорад. шояд ягон сабаб дошта бошад, ман намедонам. рости гап, маро танбеҳ дода гуфт ки ба ҳеҷ кас нагӯям. аммо ман ин ҳоли туро дида нагӯям, виҷдонам роҳат намекунад акаҷон. ту рост мегӯӣ? ака, мардак бори ягон кас то ҳамин рӯз дурӯғ гуфтани мара дидаса? ба чашмам дидам мегӯям, як одам ранги тахи каҷала буд,
амура хон ку гарданаш рост шуд мардак бурем оз девола ку давида мебурад ба худо ака бура бухонад ҳамин дасти ту соз нашава ку ман номад ку қасам бихӯр дурӯғгӯра худо бизанад аммо як гапи муҳими дигар аст чӣ гап аст гапеши бузичиҳо ма гуфта наметавонам ака чӣ гуфтӣ кани дур шавед гум шавед ҳолайста аҳмақ гапзан кани гӯй ки чӣ будааст чӯлоқ чӣ хеле гап задаси пешмада ту чӯҳо гуфтест ака ма вай духтара гуфтам саросема нашав як рӯз ба 50 намахи рӯи мара харош шуд ака ячи бугум ана чи домулозиёе ку чанд қадаре ки пули зиёдаш битӣ ку ҳамон қадар даму нафасаш зиёдтар баландтар мешавад дамаш даров фоида мекунад домулозиё бале ака бача ту маросият кунӣ ман туро ғарқи пул мекунам ғарқи пул аммо ин гап байни худам монад майлаш чанд қа пулати ака ин чӣ хел савол аст дила чанд қадаре кашад ҳам қадар бити муҳим саломатӣ аст акаҷон саломатӣ бошад ҳамаш мешавад фақат ту чӣ кор мекунӣ бача ака хафа нашав доверяй но проверяй мегам эрутсиё аммо пули додаи акаи канонро шумурдан айб аст раҳмат акаҷон хайр акаҷон вақтро сарфа накардам ман рафта домулозиёро хабар диҳам шуморо наҷот додам лозим аст майлаш аммо ака боз дар бораи пул ба домулозиё ягон гап назанӣ ки фаҳмад асло дам намекунад гуфтамонам ман медонам ӯ шахси қонунӣ аст намехонам ту хавотир нашав домуло маро хонда дам кунад дӯстам ман туро ғарқи пул мекунам ғарқи пул ё тоба ту хавотир нашав хайр набошад ака ман рафта дар ин бора ба домулозиё суҳбат кунам омада хонда дам кунам аммо ака бисёр муҳим домулозиё дар бораи пул умуман ҳеҷ чиз намефаҳмад гуфтуму гап байни худмо салом алайкум о домулозиё номашро гиру як дақиқа домулозиё хуш омадед домуло дар кор нест оғои канон ман он масъаларо бо домулозиё гап занам дар он бора маълумот доданам дар кор домуло шавкат инҷост бародар ӯро гуфтам ки домулозиё туро мехонад даст аз шифо меёбад шавкат ту магар ақлату хӯрдӣ чаро ин хел ваъда медиҳӣ бародар ин корро магар барои роҳат кардам ӯ гуфт ки мекушамад дар чашмонаш маргро дидам агар ӯ гӯяд мекушам мекушад шавкат ба худо аз маҷбурӣ кардам охир рафтем